ای مسلمانان، در میان مردم دو بیماری بزرگ خطرناک پهن شده است، ولی در نظر بسیاری از مردم آنها بسیار ناچیز، چیزهای خرد و اندک شمرده می شوند که یکی از آنها این بیماری غیبت است و انسان برمیخیزد و برادر خود را با چیزی یاد میکند که او دوست نمیدارد، برادر خود را با چیزهای ذکر یادآوری میکند که اصلا دوست ندارد، اصلا دوست ندارد که با آن یاد شود، خواه آن یادکنی در عمل باشد یا صفتش. به درستی که امروزها میبینیم بزرگترین غم بعضی از مردم چی در مجلس ها باشد نشستن، چی در شبکه ها باشد، هر گونه شبکه هایی که مردم در آنجا جمع آوری میشوند، چی از برادران و خواهران باشد، بر بندگان الله سبحانه و تعالی ایراد میگیرند، گویا اینکه وظیفه دار شده‌اند که عیب‌های مردم را پنهان کنند یا کمبودی‌های آنها را جستجو نمایند، گویا اینکه آنها از جانب الله یا کسی از علما وظیفه دار شدند، این رو وظیفه خود قرار دادند که این کار انجام میدهند. پس بدونید که هر کسی که به پهن کردن عیب‌های مردم و جستجوی کمبودی‌های آنها مشغول شود، الله سبحانه و تعالی بر او کسی را مسلط میگرداند که عیب‌های او را در نزد دیگران و کمبودی‌های او را آشکار میکند و پهن میسازد. از پی جستجوی کمبودی‌های او میگردد، میگوید فلان چنین است، فلان چنان است، عیب‌های آنها را وصف میکند، کمبودی آنها را در بین مردم ذکر مینماید، گاهی با فسق، گاهی با دروغگویی، گاهی با قد بلندی یا کوتاهی، گاهی با فربهی لاغری، گاهی با طعنه‌های دیگر و دیگر و دیگری. شاید گاهی بعضی از مردم را، بعضی از طالب علم‌ها و دانشجویان و علماها را عیب‌جویی کند که گوشت‌های آنها زهرآلود هستند، کسانی که در راه دین خدمت‌ها میکنند. این بیانگر آن است که آنها معصوم باشند، ولی قدر توان به الله سبحانه و تعالی تلاش میکنند که نزدیک بگردند، اما از خطا و کمبود خالی نیستند. مانند این چیزهای دیگری هست که انسان دوست نمی‌دارد به آنها توصیه شود، ولی ذکر یادآوری میکنند. اما اگر همین خودی گوینده خود را اگر تفتیش میکرد، میبیند که خود او از همه بیشتر عیب دارتر است، از همه بیشتر شاید بدرفتارتر باشد و در امانت داری ضعیف و ناتوان است و در فسق و فجور آمیختگی های زیادی هم هست. این شخصی که بر بندگان الله خود را مسلط کرده است، مسلط شده است، به درستی که خود را بدبخت کرده است و بر آن همنشینانی که اون را گوش میدهند آنها را نیز بدبخت کرده است. خود بدبخت شده است، زیرا خود را به سوی شر کشانده ایستاده است، به سوی ظلم و ستم برده ایستاده است و سببگار عذاب الهی میگردد. بر همنشینانش بدبختی کرده است و همنشینانش هم بدبخت میگردند اگر سخن او را بشنوند و او را انکار نکنند، اگر خاموش ایستند در گناه شریک او هستند، حتی اگر خود چیزی هم نگویند. پس ای مسلمانان، از غیبت کردن بپرهیزید، خاصتا در این شبکه ها، از داشت نام دادن مردم، خاصتا علماها و طالب علمان، کسانی که در راه قرآن و سنت هستند، دست بردارید، برحذر باشید، برحذر باشید از خوردن گوشت برادر مومن، برحذر باشید، چون الله سبحانه و تعالی این عمل را زشت‌ترین عمل نامید و سزایش را بدترین سزا قرار داد و توفیق از جانب الله سبحانه و تعالی است.